این همه لادین. سلام عرض میکنم با کل بیننده های برنامه ناگفته ها در سرتاسر دنیا. مهمونی برنامه ما منوچهر حبیبزاده، هنرمند جوان، هنرمندی که نو با تیم ایجادکاران بسیار دوست داشتنی ما با قربان صابر، استاد ارجمند، ماه پیکر، تهمینه رفتند به ایران و در سریال پایتخت ایران نقش آفریدند. منوچهر را ما دعوت کردیم. سلام علیکم منوچهر جان. سلام علیکم مرزا جان. خیلی سپاسگزارم که به این برنامه خیلی شناخته و دوست داشتنی مردم مرا دعوت نمودید و سپاس خود را به شما به اهل تماشابینان برنامه ناگفته ها میرسانم. منوچهر چی طور انتخاب شدی؟ برای من معماست. اگر بگویم که بی‌نهایت زیبای برید پیت نیستی. اگر بگویم که نمیدونم تجربه داری در ساحه سینما، نه اونقدر تجربه هم نداری، ولی چرا انتخاب شدی از میان دیگر هنرمندان؟ راستی این اقبال است اکای ارزو. چند کس شرکت کرد در کاستینگ ایرانی؟ من راستی نمیدونم. وقتی که یک روز در دنبال کاری خودم بودم، اپای ماه پیکر به من در تماس شد و گفت که منوچهر هر چه زودتر تئاتر بیا، کارگردان ها از ایران آمدن یا ببینن شما رو. به من دنبال کارایم کمتر دیرتر رفتم. خیلی خلاص گپ در پردازخانه اپای ماه پیکر نشسته با آقای علیرضا اگر خطا نکنم هم صحبت شدیم. بعد تلفنش برآورد و با من با نوار گرفت، گفت چیزی بازی کن. چقدر از همین یک لحظه که میگویر کامera پیش میگن یا چی بگو خودت رو گم میکنی. و من ایشون چی بگم گفتم با یه صحنه داید من یا هم تا بازی کردم. گفتم کدوم صحنه بود؟ چطور بازی کردی؟ نمایشنامه عسکری بود اگر خطا نکنم. میام پیش دخترک، دختر مرا رد میکنن، میگم منیجر جان مرا باور کن، من از صبح تا شام در انتظار بودم، من تو دوست می‌دارم، من ایگلا برای شما آوردم، من طول یک ساله که شما را انتظارم. همین صحنه را همین خیلی بقصیق بازی کردم و گفتم خیلی که همین خیلی یکا گفتم دیگه همین توجیهش گرفتم. خندیده چیکار باید گفت که چیزا ترایی که صورتات از سایت تا دمان روی که من تماشا کنم. با خیلی خلاص دیگه همین خدمت سایت ما رویش کردم، دیگه اهمیت ندادم برای که بسیار کاستینگ میگیم نگذشته بودم. من چند باری که میرم کینو استودیوش هم میرم، گیجویش هم میرم، مایل میگن دیگه دعوت نمیشه. در کاستینگ تاجیک ها، در کاستینگ تاجیک ها با یه روز فیض‌الله زنگ زد گفت منوچهر مبارک شب گذشتی. خیلی خلاص دیگه با مرور زمان با خواست خداوند یک تقدیره، یگام چی نیست تقدیر خداوند که همین من یگام سفر کردگی نیستم که ارزو پیش ای همین واقعا محیدین مظفر هم میشناسی هم کورسم ما کم بخوری هم شب نشینی داریم با هم کورسو. گفت منوچهر من با تو پل میتم برای تو یک پاسپورت خارجی بگی اقلا. پاسپورت خارجی نداشتم، ولی من یگام جو سفر پلن هم ندارم، یگام چی نیست. روسیه هم نرفتی هیچ وقت؟ یگام جو نرفتم. از تاجیکستان بیرون نرفتی؟ از تاجیکستان بیرون نرفتم. ازبکستان هم نرفتی اقلا؟ یگام جو نرفتم من. بعد همین خیلی در 10 روز پاسپورت گرفتیم، کارا توغری شد، خیلی سیم رفتیم. با یه روز هم صحبت شدیم با همون اهل گروه همون فیلم ایرانی. گفتن که میدونی منوچهر چیزی تو با ما معقول شد. ما از بین همین سوال رو دادنی بودم که کجای تو معقول شد؟ از بین 30 هنرمند جوان تاجیک، هنرمند نمیدونم کسی رو که انتخاب کرده باشن طولی چند قد اینا اومدن باید تاجیکستان میومدن کویو بد نشد. گفتم نمیدونم موقع. گفتن انرژی خوب داری تو، انرژیت خوب است، چشمات با ما معقول شد، تو رو دعوت کردیم. و این حرف رو هنگامی همین کاری نخستینمان در موزیک ویدیو من هم گفته بودم با تو. گفتن همین معقول شد، این تیپاژ ما معقول شد، چهره تاجیکی، داماد تاجیکی، ما شما رو دعوت کردیم. من گفتم خیلی خواست خداوندی است. منوچهر واقعا چشم‌هایت حرف میزنند. چشم‌هایت حرف میزنند، چشم‌هایت احساسات رو خیلی خوب بیان میکنند. اصلا کارگردان‌های دنیا چشم‌های حجما کلان رو دوست می‌دارند، زیرا توسط چشم‌های کلان انسان میتواند احساساتش رو خیلی
پر تاثیر کردنشان بدهد. بله. و این برد شما است که چنین چشم ها دارید. چشم های کمی قهوه رنگ، سبزتاب. چشمه من درستی گپ با یک چیز دیگه شما میگن، من اگر کرتای هر نمود کرتا خطی مایکه و چیزی میپوشم رنگاش خطی چشمم رنگش دیگه میشود. این چی را داخلم بسیار حس کردم ده وقتی این محیط دیگه میشه تنم همین چیزش دیگه میشه. چشم رنگش دیگر میشه. بزرگی خداوند یا حسن خداوند، شکرانه خدا. با موضوع ایران برمیگردیم. باشد. ولی حالا میخواهم اطراف روز روزگاری خودتان حرف بزنیم. اول شروع میکنیم از آن که ازدواج اولتان برهم خورد و دوم باره ازدواج برپا کردید. بله بله. از اول از ازدواج آغاز کنیم. بله. جولی بس برای جولی که باشد. خلاص گپ سال 2013 بود ما ازدواج کردیم با یک گل دختر خیلی زیبا. طول 5.5 سال زندگی کردیم. زندگیمون خوب بود. خیر با خواست خدا فرزنددار نشدیم. بعد چندین بار در همین مدت ما 3 ماه پس فقط در طبابت بودیم. طبابت خیلی از همین زن معنا دیگر طاقت نمیکند. هر مهلت زیاد شدن گرفت دیگر باوری گم می شود. بعدا دیدیم که نمی شود، مصلحت مشورت کردیم. بعد بر روزگی خودش درستی نخواست که دیگر زندگی کند. گفت منوچهر یک لحظه که خونه‌شون رفته بود من رفتم با همراه پدرم. گفت منوچهر التماس برای زن بگی من نمیخوام که حیات تو بسوزه، برای زن بگی زندگی کن. چرا از دیگر راه نخواستید باردار بشوید؟ یعنی حالا تکنولوژی امروز از زمان امکان میدهد که درستی گپ به طور مصنوعی فهمیدم 7-8 هزار دلار لازم نه، خیلی پول کلان بود او وقتا. من اگر خزینه‌اش چقدر است نمیدونم، اما میدونم که همین گونه میکنند از اسپرماتوزویدشون میگیرند خانم شما رو باردار. ما که گفته بودمش که بیا فرزند میگیریم این خیلی میکنیم، خیلی نشد چیزی که نشد در نصیب ای بیکی بود سنج دید. من بعد 8 ماه اویله دار شدم، شکرانه خدا 3 فرزند، زندگی آرام و زندگی بهترین. از حالی خانم اولتون خبر ندارید؟ تا شنیدهایم تا حالی فرزنددار نشده است. به ماجرا از هم جدا شدید یا بود ماجراهای؟ آنقدر ماجرا نبود، به خاطر که پدرش خیلی مرد خوب است، انسان است. گفت که دخترم تقدیرت همین که بود است دیگر دعوا نکن. در مجموع چند سال با هم بودید منتظر فرزند؟ 5.5 سال. 5.5 سال زندگیمون فقط رفت، برباد رفت بگیم. بر سر هر یک انسان هر چیزی میاد و با خواست خداوند است. چیزی بود است این رو چون یک امتحان قبول یک امتحان بود گذشت رفت. خیلی شکر حاضر زندگی خوب دارم، هزار بار شکرانه خدا. یک پسر 2 دختر دارم. 2 دختر حالا خورد هستند. نیلوفر جونم 6 ساله می شود خدا خواهد، اینش 4 ساله، اینش 2 ساله شد. خانم هم همسایه اپم است در همین شهر. یعنی آگاه بود که زن داری؟ آگاه بود، همه چی رو میدونست. سال من 2-3 بار با اون هم صحبت شده بودم، وقتی که به زن بودم هم صحبت شدیم، من فهمیدم با همه چیز رو قبول کرد. گفت خب من بچه بد نیستم. طبیعت خود طبیب ماست. درمان بی‌زیان طبیعی را انتخاب کنید. آب غوره انگور خیلی مفید است برای کم کردن دیابت قند، کاهش دادن وزن، نیست کردن چرب، رقیق کردن خون و تنظیم فشار آن. طعم راحت بخش دارد. آن را می توانید خالصانه بنوشید یا با خورش ها و غذاها آمیزش میدهید. 40-50 میلی گرم در یک روز قبل از خوردن غذا. این نوشابه مجوز معیار دارد. از داروخانه ها و فروشگاه ها به دست بیارید. این گونه اندیشه نبود که هنرمند است، عیش و عشرت میکند، شوهری وفادار بودن نمیتواند؟ این خیلی حرفا نبود؟ راستی گفت زندگی است، من به همش صبر میکنم.
با خواست خداوند من همه همین کار رو ترک کردم. با مدتی چند مدت چی رو ترک کردی؟ مثلا عیش و عشرت دیگر یا وقتا خیلی عیش و عشرت میکردیم. چی عیش میراندی؟ چی نوعی عیش؟ عیش در توی چی میخنوشی؟ عرق مینوشی یا همین گونه چیزای سردسته که سرخوشی میکردیم میگشتیم. خیلی سرخوش بودی؟ سرخوش بودم، خیلی بی‌پروا بودم. بعد شاید اینم از اون سببه که به فرزند بودم. چیزی بود. من چرا ببخشم و مسئله بفرزندی رو در شکل یک بهانه پیش بیاری، فکر میکنم این هم درست نیست. این درست نیست، لیکن ما مردم که من بفرزند بودم استید من بفرزندم بیارید مینوشم، من بفرزندم بیارید میکشم. یا چیزی اموختگی بود، چیزی بود. خلاص گپ بعدن که وقتی که من فرزنددار شدم زندگی آرام استا خودم راستی از فرزندام ایزا کشیدم، شرم داشتم. روزایی میشد سرخوش میره به خونه. بعد گفتم منوچهر همین به تو نمیزه بعد. بعد کلا بسش کردم. حالا نمینوشی؟ 3 سال شد. نه یگون خطر در دهانت نمیگیری؟ عموما سوگند به خدا سوگند به خوردگم. عموما این کار چی میگن کریس شد به من. ممنوع شد. شکر خدا. بعد عذابت نداد؟ مثلا دلت نمیکشید؟ دشوار نبود ترک کردن این همه عیش؟ عذاب داد. خیلی عذاب نمیدید. چی عذاب میداد؟ عصبی که میشدی دولین غضبت رو فرو میریختی سر اون خانم؟ نه من این خیلی فعل ندارم. سر کی فرو میریختی غضب؟ سر هیچ که من غضب انسان غضبی نیستم. از چی آرامش پیدا میکردی؟ همون لحظاتی سیگار میکشیدم. یک مدت هنوز هم میکشی؟ نه. یک مدت خیلی سیگار کشیدم. بعد با سلامتی هم ضرر نمود. شبا خونه رفتم پوچوی هم در میکرد. بعد پیش یک طبیب رفتم پرسیدم که همین حالت از در من چیکار کنم؟ خواب میکنم خیال میکنم هیچ درد نیست، نه که یک چیزی فوریش یا چیزی هست که پوچوت میسوزه. بعد گفت چیکار میکنی؟ گفتم همین خیلی یعنی می کورا بس کردگم، یعنی می کورا همین خمورش میگیره سیگار میکشم. بعد گفت همین را پرتو. بعد همین را پرتوفتیم. نه شکر گم شدم دردو. مثلا جاهای دور میرفتیم تا اومدنم پدر و مادرم خواب نبودن از همین فعلی بلم. حالا به تشویش هستن. می اومدی اون ماجرا برپا میکردی؟ نه ماجرا نه. میگفتن که بچه در کجای سرمست است، ولی با خیلی میاد پدر و مادر چگونه است؟ غم میخوردن. انا حاضر میگن ما به تشویشیم. من چند پسره در خانه شما؟ ما 4 نفر بودیم. اکم سال 2000 درگذشت. 3 نفر. از چی درگذشت برادرت؟ از دولینی. فشار داشت؟ بله. فشار بلندی. ما اویلمون همشون صاحب معلومات هستند. پدرم آموزگار است. حالا باز یک برادر دیگر داری؟ دادرم نیروخیروگ در فریدون حبیبوف در استقلال. اکم آرکیتکتر است. کار و فعالیت خیلی همه دنبال زندگی دنبال کار خودش است. اپم ادوکات است. دیگرش همه در یک حولی زندگی میکنید؟ نه همه جدا هستیم. من قطعی پدر و مادر هستم. چرا تو؟ برای من فرزند دهقان هستم. دیگرها چی؟ دهقانی از دست دیگر برادرها نمیومد؟ آنها آنقدر به دهقانی شوق ندارن. من از همون خوردی هم دنبال گاو و زمین همه کارا که بودم و پدرم همه از خوردی هیچ کس دیگر دنبال گاو و مال و حال نبود؟ همین خدماتی اکم بود. بعد من دنبال همین کار شدم. اکو سالهای جنگ بود. اکای ارزو ما پدرمون آموزگار بود. 9 تا فرزند در خانه بودیم. 5 تا دختر هستیم. 4 تا پسر بودیم. خیلی دشوار بود. اوش یک سیمچکا سودا میکرد، یک سودا میکرد، زوجکا سودا میکردن. همه دنبال یک چیزی بود که باید زندگی گذرد. خونتون در یک گوشه شهر است نه؟ بله در جویبادام. جویبادام. چقدر زمین دارید؟ زمین خونمون خرد است، لیکن زمین پرزنتی که پرزنتی داده است، زمین نزد حولگی میگن 10 سوتیق است. چی کشت میکنید اونجا؟ کارتشکا پیو نه کارتشکا. تو خودت میکنی این کارها رو؟ رشقه خودت پامیدور با همراه پدرم. اگه پدرم یک زمان 2-3 سال پیش خیلی بقوت بود، همراه خوب کار میکرد. حالا شکر خدا 81 ساله است پدرم و در اون وقتش ورزشگر بود، با ورزش ذوق داشت. تا حالا خودش رو خوب احتیاط میکند. میرم برای سلامتیش میگه بچه‌م رفتیم
یک ساعت نیم ساعت کار میکنم دیگه کار رو خودم میکنم. خوب از همون یک جای خوشباد و هوا آمدی با دانشکده هنرهای زیبا. بله. که اکتور بشوی عجیب است برای من. چی تو رو وادار ساخت که محض به همین مدرسه بیایی، به مدرسه هنری؟ مثل دیگر برادرها نرفتی به دیگر سمت؟ راستی یا داخل شدن آسان بود در مدرسه هنری به همین خاطر؟ نه، وقتی که من گاوبونی میکردم بسیار حافظی میکردم خودم به خودم. بعد پدرم بکنم کم شعرم میخونم، از یکم چیز یاد میکردم میگفتم همین خیلی. پدرم همه چیزا رو دید، گفت خیلی میگم من برای خودت شدت 2 سال فکر کردم که همین یک جو برام. بعد خیلی قد و بست خوشرو، چهرت خوشرو، سیمات خوشرو، گفتم جایی این سنته. بعد گرفتن همینجا اومدن. اول راستی حافظی گفتن که گفتم نه بیا اکتیور شوم. بعد اکتیوری داخل شدیم خواندیم. چرا قبول نکردی آوازخوانی رو؟ نمیدونم. از خودت مطمئن نبودی؟ شاید برای سلوخ میگن که شنوایی میگیم خدمت. بله. همون کم ترک سست است. این چیزی خدا دو است که حافظی را هر کس حافظ شده نمیتواند. چیزی زمزمه بکن. سرود؟ بله. نمیتونم راستی. میتونم دغل میخونم، خوبش که نخونم. با همین مقامی که دارید، یعنی یک هنرمندی تئاتر و سینمایی که گاه است و گاه نیست، در میدان کشاورزی میکنید. پدرم خودش همین گونه انسان است. یک انسان خیلی خاکساری زمینی صمیمی است، انسان است و ثروت، آبرو، شهرت، این چیزا را دروغ، این چیزا را دوست نمی‌دارد. میگه تو کسی هستی نیستی، باید برای زندگیت بچه مهنت کنی. یک کس میره برای گوی تو علف میدره و بچم نه برای علف تبد را بیاد پیش گوه پرت و گود بخره دل ترشیرت بتا کودکات بخرن در یک جای زندگیت سبکی بیاره. چند گاو داری؟ یک تا گاو دارم. خوب نیست؟ نه مرغ. هم گوام بر خاطر پدر است. پدر میگه من بیکار نمیتونم ایستاده، در خانه باید یک کاری کنم، سحر خیزم دنبال یک گاو باشم، دنبال کاری خودم باشم. این سال چی کردی در اون زمین؟ این سال کارتشکا کردم، لوبی کردم، باید جواب کدو کردیم. آخه چیز تربوز کردیم، کدو کردیم. تربوزمون اینو میخوام خاک شده است. ولی اگر بعدی برنامه نروم مردم نشون. پدر من خیم بیولوگ است. هر سال تجربه میگذارونه در زمینش. انا که دهخونش ما این سال نشد، خیلی این سال تجربه خیلی نشد بچه‌ام. بیا خیلیش میکنی میگم. منفیت و اوید از آن زمینی نزد حولیگی بیشتر است یا از کاری هنری؟ اگه کاری هنری هم اونقدر نیست. اگه از زمین چقدر اوید میگیری؟ از زمین همون این سال اگر هیچ نگرفته باشیم یک قریب 1.5 یا 2 تن کارچکا گرفتم. یک 10 کیلو لوبی گرفتم. شاید 10 کیلو باشد، شاید کم باشد، برای که من میبرم میمونم اوش قچا میدونم. اگر 1 تن کارتوشکا رو بفروشید با نرخ امروزه بازار چقدر هستین؟ 5000. 5000 دقیقاً؟ ها. خیلی شکر خوب است. از کاری هنری چی؟ از کاری هنری اولیک است، دیگری چی نیست. یک یگام سیون که شود که چقدر معاش میگیری منوچهر؟ تا امروزه قریب 2000 تومان. از تئاتری دولتی جوانانی به نام محمود جان واحد در 15 سال فعالیت کاری. با کی هم بازی در تئاتر؟ هم بازی با از دخترها با شاگون دولتبک و با مرحبا، با اکاز بسیارش ترک کردن. حاضر همین 2 کس است. زرینه بدل وقتی حالا در یک نمایش نامه هم باز هستیم. در یک نمایش نامه تو فاز زرینه بدل و گفتی روز سبت میوزیک ویدیوی جمیله فرخاری گفتی که 2 دشمن ارشد با هم آمدن. چرا این حرف رو زدی؟
این موضوعهای تئاتری بود، رشک‌های تئاتری بود، کارهای تئاتری بود. در تئاتر یک حتی استوریز کردی در اینستاگرام، گفتی که دو دشمن به هم آمدند و اما نشر نکردی. بله این شوخی‌های ما هستن. نه یک زمان نمیدونم ستاره من میانی دوی شما نفهمی بود. ستاره من با زرینه بدلова از دوره دانشجوییمون ما جور نیستیم. نمیدونم با چی سبب. جنگ هم کرده بود. جنگ هم کرده ایم. اگه جنگ شپاشپی و خونریزی نبود، جنگ گپاگپی و لفظی شدگی. بعدا یک مدت در چی مسئله؟ مسئله تئاتری بود، یک دور بحث بود. چی مسئله بود؟ مسئله کاری که یک زمان بچه‌های ما جای سفر رفتند، بعد در فیسبوک یک دو گپی همین خیلی نوشته. چی نوشت؟ من نمیدونم خیلی که چیزی نوشته است. بعدا همون در سر حالت آمده، بعد اونها را گفته بود اول وقتی که تئاتر آمدیم، بعد وقتی که همه ما را گفت با موقعش بحث زیاد شد، قریب با زنازنی میگذشت. بعدا همونجا به من کی دست بالا شد در این ماجرا؟ در این ماجرا زرینه یک کس بود آخر. ما همه کسا کلی تئاتر جوانان تئاتر بودن. بعدا با یعنی همه کسا در افتادید و کندیم. بعد من همی کندم میکنم. بعد دیگر میده کدومش که چگونه کرد چیکار کرد با زرینه دوستی یعنی همه از زرینه رو گردوندید. او از ما رو گردون، ما از او. بعدا بعد استاد با مرور زمان قریب یک شاید 1 سال میشد، 8 ماه میشود، با هم آشتی شدیم، با هم دوست شدیم. در کجای بود نمیدونم، هم صحبت شدیم، در کدام نوار بود، در چیزی بود که ما یک جای بودیم. بعد هم صحبت شدیم. بعد وقتی که فکری مرا او فهمیدم، ما فکری رو فهمیدم، از دیگر بخشش پرسیدیم، گفتیم خیر ما دیگه جوره ایم. کلان حرف نمیزدید بیرون از نه. در روی صحنه چی؟ در روی صحنه نقش می‌آفرید. زن بازی میکرد. توفه از مهاجرت، زنی که روی صحنه با هم و پشت صحنه حرف نمیزد. ولی کور هستیم. همین ماجراها در تئاتر بسیار هست. یعنی دو دشمنی ارشد میتواند روی صحنه. ارشد میبروی زن رو لیلی و مجنون میمرون برات. وای چه خوش میکنه. غیر گودکی مای جونی مای زنی مای. اسم میبروی مبارک شما میگوی میره تمام. خانم درست میفهمد این کارها رو؟ خانم هم بسیار چیزا رو درست میفهمد. یک میگن که اندازه نگه دار که اندازه نکست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. میگه از اندازه نگذر منوچهر. اونم شاید از گپ مردم چه خیلی از همین حاضر نه شو طبیبی تو چی باید رشک نمیکنی شوی تو هنر آفرینی همی زنی تو. همین مردم یک خیلی میکنن قطعی یک از همباز شدی بیا با او ازدواج میکنی با او همخوابه میشه. آخه اگر هنرمندا قطعی اینقدر آدم یا که صنعتکارا قطعی اینقدر آدم بازی میکنن قطعی چیکن در دنیا شاید یا صنعتکار میمره یا دختر نمیمونه. منوچهر بسیار خوب گفتی که اندازه نگهدار. اندازه رو نگه داشته توانستی؟ در بسیار جمعه توانم شکر خدا. اما این جوابت اونقدر جوابی صحیح و باوری بخش نبود در بسیار جا. یعنی بود باز جایهایی که نتوانستی نگه بداری اندازه رو. اکو یک چشمت رو نگریزون از من. نه نمیگریزونم. اینه یک واقعه بود روزای نزدیک که این در روز 25 می در روز زادروزم با وقوع آمد. با مدینه یک بلاگر فریدون یک بچک راستی زنگ زد. من گفتم نمیکنم فریدون بیا مرا غم نتی بازی نکنم التماس که من مرا دستگیری نکنی. در همین وقت با همین فعل خوبی تاجیکی روی سرخ تاجیکی چه خیلی گجای باشه با میره سرت خم با همین خوبی هم یا جدا خوبه یا جدا نه اخی. بخیر خلاص گپ رفتیم. یاد واقعا شد قطعی مدینه اگه بگیم پروفسیونال نیست اخی. ولی اما به هر صورت مدینه با من بسیار پسند است. یک صدای دلنشین دارد. نه من با صدایش کار ندارم. من با هنرش وقتی خودت تلفن تا میگیری بازی میکنی این دیگه خود طاقه خودت در دنیای خودتی وقتی که قطعیت خودت باری آدم بازی میکنی او دیگه. وقتی دبر تو یه هنرمند میاد او دیگه چیه؟ وقتی مکتب دار میاد او دیگه چیه؟ تیم هی میکنی میگه این جای هو نیست. به شروع بازی که ناز نکه این نکه
همه گپاکای مرا چی گرفت لحظه سیونکه اینا کامera درجه میسازه ما در اونجا سیونکه داریم از اون کسی به نوار گرفته با تلفنش این کدام موزیک ویدیو بود موزیک ویدیوی فریدونی نه در موزیک ویدیوی اون دختری آوازخوان که نو شروع کرده است این راه که دنغره راه آسان است نه این نبود این نبود این خورشیده خیلی شده حفیظه اگه همین کلیپش اما خیلی بود چی بود یک مای در آنجا موندگی در یک کنج همو ایرا بگیم نو بیسو کساش با همه چیز چی کردم که گویا که این نوی خیلی اونجا هنسی بود هنسی بود اونجا خنیسی بود اون خنیسی پرابلم شد ما نه اونجا دیگه آدم‌ها زده بودن همه آدمایی که همیرا دعوت کرده بودن همون گروه چند دخترکوی بچه‌کوی بودن همون تو نزدی نه ما عهد کرد که ما یه چیز ما خدا خودش بعد همه چیز ماجرا شد صحنه که من دختر باید بگیرم قچاق کنم عاشقی این دیگر موزیک ویدیو ها همون موزیکی فریدونه که همه ماجرای در همین 7 سال زندگی یک ماجرا شد بین ما و زنم بگیم آغوش کردی ما جدا بودیم از هم دیگر بعد گفت که آخه کامera کش گفت نمیشه خیلی برادر من ترا اکتیور گفت دعوت کردم بگی قطعش بازی که عاشقی کنه چی کنه ما چی بگیرم بسازم در موزیک ویدیو او بپرتم آخه و گفتم خیلی مایلش بیا رفتیم منم دستور بلوک کردم و سر کردم آخه مجنون خپیدم در بلوی چی شنوندمش اسبش همونجا ویدیو کردن گرفتن بعد دیگه ای مردم توجیک سر کرد دیگه گپ خبره بعد ماجرا بعد ویدیو را وقتی همسرم دید تو چی با او را قچاق کردی تو چی با خیلی کردی میگم در کلیپ نیست در اینجا هست من گفتم آخه تو او چیزا رو نمیفهمی نه کامera در اینجا ما در روی کامera کار میکنیم یا پیش سیون کردن خیلی خلاص دیگه با خوب شد زندگی آرام شد آسوده شد فهموندیم فهمید شکر با هر یک چیزی بیهوده راستی بحث نمیکند با من ولی در یک صحنه که من با خودت کار کردم من در مقام یک کارگردان بودم و چون با هم بازیت که یک خانم زیبا بود نزدیک میشدی در وسط نزدیک شدن من حس کردم که صبح سرخ شدی و یک شوق پیدا شد در نگاهت نه شوق نبود اکا چی بود؟ او ترسی زنک بود او ترس هم بود که ایرم همین نزدیکی بعد آورد جو خاکا بگیرش گفتی همین نزدیک چاقش که ولی این علنگه تمام نشده یازی علنگه او ولی این خاموش و یکم این قبول گذاره که پس خانومی منوچهر باز یک علنگه دیگر رو روزهای نزدیک در پیش انتظار باشید تا قطع کردن زندگی هنرمند خیلی دشواره راستی اگه یو مهربونی میکنم با گفته خشون دوستانا ای شتا دیدی او را خیلی کرد چی بعد او کلیپ دستور قپید دستور موچه کردی چی نمیگوی تو دوستانی منافق جنگ انداز آها این همه چیزا کشتگی هن چندین صنعتکار ایزنشون جدو کردگی همه چیزا یا نمیکنی یکی اکتیور نمیکنه یا چون با من قریبی چیزی بود میگه همون دختر جان بگو اصل بگو من میدونم چی بگو میگه مردم این قاق خطا که همون قام می نویسند که 1000 تا کار خوب که یک دهه گام نمیزنه یک زبورات اما بعد دنبال این چیزها نروید عقیده آدمان رو ما هیچ وقت نمیتوانیم دیگر بکنیم و با اون مجرایی که خودمون میخوایم روانه بکنیم هر کس به طور ایندیویدوالی فکر و اندیشه خودش رو دارد ولی شما هم باید فکر و اندیشه خودتون رو داشته باشید بعد دنبال فکر و اندیشه دیگران نروید میدان فیلم برداری و میدان صحنه تئاتر این جایی است که خودت رو فراموش میکنی و در نقش قهرمانت در پوستی قهرمانت میدروی و زندگی میکنی با قول استانیسلافسکی میدونید راجع به استانیسلافسکی در زیر پوستی قهرمانت میدروی و 1 ساعت 1.5 ساعت زندگی میکنی بعد از 1 ساعت 1.5 ساعت میبروی و زیر پوستی خودت یعنی مثل خودت زندگی میکنی این است کار هنری جالب است این که در مدرسه هنری هنرمندان خیلی ممتاز به تکراری ما به شما درس گفتن من میدونم که یکی از دبیران شما هنرمند مردمی تاجیکستان رجبگل قاسیموف و گرامی و به همتا بود درود میفرستم به این خانم زیبا درود معلم عزیز
درود بر تقویمت رازقов. تقوی مراد رازقов هنرمند مردمی بی تکرار قربانی صابر. به هم تو. این سه شخصی که با ما زینه اساسی هنری را همین سه نفر با ما آموزان. همین ارکان تعلیمی شما در مدرسه هنری خیلی قوی بود، چون این سه نفری که نام آوردیم اینها خود ستونهای پرقوت تئاتر و سینما هستند. در موضوع چی صحبت کرد؟ این یک فیلم های نو کرده سامکوزی، فیلم های که نوزی 10 تا شد قریب در یوتیوب. چرا موضوع استادان دلگیرت کرد؟ نه گپ زنیم، ما گفتم که تمام شد این موضوع. نه زینه و زینه می رویم. شما شتاب دارید. نه ما به تشبیه بکارم صحبت نکنیم. خیلی اشریخ صحبت آزادی، صحبت صمیمی خیلی شد نکردیم. با یک موضوع خیلی جالب دیگر است میخوام که در میان بگذارم. از کامرمن ها و از دیگر فیلم برداران شنیدم که لینزه های قدیمی سینمایی را بچه ها میگیرند و به خارج به امریکا روان میکنند. این یک نوعی بیزنس است. این چی است؟ این چگونه پدیده است؟ من راستی با سینما و با کینوستودیا و با همین بچه عموما همکاری ندارم. دیگرگونی در حیات ایجادی شما پیدا شد بعد سفر به ایران و اشتراک در فیلم در سریال پایتخت. اکنون راستی اونجا یک مکتب دیگر به من آموختم. یک مکتب سینمای خیلی بزرگ. من برای که گفتم که اگر با نبرآمده بودم ثبت را دیدم فقط با 2 کامera در همینجا 4-5 کامera 80 نفر کارگر هر یک همه برای هنرمند کار میکند. همه برای 80 90 100 نفر قطعی راننده ها و همه برای هنرمند کار میکند. و تجربه همین بود که چند چیزای خوب با ما فهموندن. یعنی که باید تو چی خیلی بازی کنی، تو باید چی کار کنی. برای بعد ما که هنرمند هستیم میبینیم آنها چگونه بازی میکنند. مکتب ما مکتب بسیار احساساتی است. میمیکمون بسیار استفاده میبریم. وقتی که همین حالت که اومد چشمایمون بلند بلغ زده برآمد و کدا احساسات کنیم. آنجا این گونه نیست عزیزم. ترس بود، تئاتری گپ زدم، اومد گفتن نه منوچهر آرام شو. چه خیلی حرف میزنی، زندگی کن، آرام حرف زن، آرام صحبت کن. بعد آرام صحبت شد و بعد تمرین شد 1-2 بار. خیلی در ترس بودم. قربان حسابی صحنه‌اش بازی کردن، اونها رو به مهمانخانه بردن. اومد گفت منوچهر شرمنده نکنی منوچهر، من همین دلم ایت در تشویشه تیم شرمنده نکنی. گفتم خیلی استاد مهنت میکنی. بعد برو آمدیم خیلی بازی کردیم. آفرین خیلی که خیلی از ما گفتم مهمان هستم، به خاطر مهمان بودن مرا دل برداری کرده ایستادن. مایل از گفتم اومدیم خیلی خلاص گپ خور رفتیم. با صبح ساعت پگاش ساعت 4 با 4 بیگاه با ثبت رفتیم. همه قرصک در پیش قربانی صابر و تخمینه و ماهپیکر قرصک زدن و آفرین منوچهر بهترین صحنه هم قما شب مونتاژ کردیم، هم خوب و خوش آمده است. بعد استاد گفت که انا که دل ما پرشید منوچهر. مناسبت دوستان همکاران دیگر شد بعد سفر به ایران. من راستی یا فعلی شاید فعلی خوب یا گنده اهمیت نمیتونم چیزو را کنم. حس نکردی هیچی؟ حس کردم که چی حس کردی؟ کجای هست کسی مثلا فکر نکردی که تو این دم آرزوی تو چرا در نگفته و ما را دعوت نکرد و بعد ایران دعوت کرد؟ این گونه سوال ها از قبیل همین سوال ها در ذهنت؟ نه به خاطری که این فیلم زمان شعله فیلم بود در ایران. من در برنامه های چند برنامه و گازت و تلویزیون و رادیو ایران چند هم صحبت شدیم، مصاحبه ها انجام دادیم. از تاجیکستان یگام چیز نبود. با منم دیگر گفتم شاید که در این باره نباشد دعوت شما برای اینجا. شاید گفتن که این فیلم هایی که عین حال به نوار گرفته ایستادم یک چند مدت، شاید این
این سبب باشد که منو چرا دعوت کردن که خیلی خوب است. منوچهر در اول صحبت همون گفتی که کاستینگ ها زیاد میرفتی و هیچ کس قبول نمیکرد، کارت اومد نمیکرد در کاستینگ ها، یعنی تاجیکی. چرا قبولت نمیکردن؟ نمیفهمم. فیلم های کی بود که قبولت نکردن؟ چند تا بسیار است. در تمام قریب 70 در کدوم فیلم کاستینگ هایی که در همین کینوستودیو میشود فیلم کاستینگ نموشن دایدم نیست، برای که بسیار میشن میرم میگن کاستینگ نمیگن فیلم. مثلا یکیش رو مثال آوردن نمیتونن؟ یک از این فیلم ها کدوم فیلم بود که کاستینگ رفتی؟ فیلم شوخی دایدم من شما چی میگم که کاستینگ ما رو دعوت نمیکنن، نمیگن که فیلمی مثال گپ در آرزوی پدر میگن کاستینگ است کینوستودیو بیاین کاستینگ. چند بار کاستینگ رفتی و قبول نشدی؟ 3-4 بار رفتم، چند جا رفتم. خیلی یکم گروه بازی یا تیپاژ معقول نمیشوند. خیلی شاید چیزی باشه داخل. برای ایرا هیچی گفتن نمیتونی، او را نوابرده آخه کارگردان میدونه. هر یک از با خودش گروه کاری دارد اساسا. تمام کارگردان ها با خود گروه کاری دارن. شاید کسی نمی یک بازی باشد. ما کاسینگ کردیم، از بین کاسینگ می رو گرفتیم. ولی ایرانی ها پذیرفتن تو رو؟ خیلی نصیب تقدیر برای دوجه حقیقت شاید. اوجه برای فیلم کار میکنن. حقیقتی که اینجا نیست. شاید آخه بسیار نیست در فیلم های ما. ولی با دنبال حقیقت گاهی اشتباهی می رویم. حقیقتی که نیست در جایی که نیست، نشانه از حقیقت نیست، جستجویش میکنیم. ولی حقیقت سر میزند از دیگر سمت که انتظارش نبودیم. مثل زندگی ایجادی منوچهر که در کاستینگ ها او را نمیپذیرفتند و یک روز اونچنان یک کاستینگی شد که دیگر حیات منوچهر را با کلی تغییر داد. و من سپاس میگم امروز به منوچهر جان که اومد اسرار زندگیش رو در میان گذاشت با ما، سوال جواب کردیم. خلاص من خیلی شدم که امروز هم صحبت شدم با منوچهر جان. سلامت باشید. ممنونم، خوش آمدید. سلامت باشید. منم خیلی خوشحال هستم که شما ما رو به این برنامه‌تون دعوت نمودید. راستی همین برنامه بود که من دعوت شدگی نبودم. یک برنامه دیگه مونده است، 1001 اندیشه است. دیگر در تمام برنامه‌های تلویزیونی بود همین چیزا بازی آمدم، لیکن در برنامه‌های یوتیوبی این برنامه شما از دیگر برنامه‌ها خیلی سطحش بلند است. شما خودتون یک انسان فرهنگی و دانشمند. من بسیار برنامه‌های یوتیوبی رو نمی‌روم، برای که هر چی به خودش زینت دارد. برای همین شما که دعوت نمودید ما نگفتیم، پذیرفتیم. عاقبتش رو بخیر بیارید. عاقبتش بخیر است ان شاء الله. سلامت باشید. خدا حافظ.